پیراشکی قارچ و پنیر، یه پیراشکی خوب و خوشمزه برای تمام فصول. برای تهیه این پیراشکی خوب و خوشمزه نیاز به یه نوبت خمیر داریم که قبلا آموزش دادم و لینک اونو براتون به موقع میذارم. بقیه مواد: پیاز 2 عدد متوسط معادل 250 گرم، سیب زمینی 2 عدد متوسط 350 گرم، قارچ 400 گرم، رب گوجه فرنگی 2 الی 3 قاشق غذاخوری، زرشک 4 قاشق غذاخوری معادل 50 گرم، پنیر موزارلا یا همون پنیر پیتزا 200 گرم، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، زنجبیل و پودر پاپریکا به میزان لازم، روغن به میزان لازم. تمام مواد رو خورد میکنم، بعد پیاز رو با کمی نمک میذارم تا تف بخوره. یه مقداری پیاز نرم بشه و رنگ اون هم یه مقداری عوض بشه مثل این. بعد سیب زمینی رو بهش اضافه میکنم و یه مقداری هم سیب زمینی رو با پیاز تف میدم. اگر خواستین سیر اضافه کنین قبل از سیب زمینی سیر رو اضافه کنین. حالا سیب زمینی هم کمی تفت برده، نمک اضافه میکنم. تمام اینها بسته به ذائقه خودتون ادویه‌جات رو باید اضافه کنین. زردچوبه اضافه میکنم، فلفل سیاه، کمی زنجبیل و پودر پاپریکا. حالا یه مقداری هم میزنم تا عطر ادویه‌جات در بیاد و فضای آشپزخونه رو پر کنه. حالا قارچ رو اضافه میکنم. و بعد رب گوجه فرنگی رو. اینم با بقیه مواد مخلوط میکنم. قارچمون یه مقداری آب انداخته، در تابه رو میذارم تا کاملا بپزه. الان دیگه کاملا فکر میکنم پخته است. تنها چیزی که باید امتحان کنیم ببینیم پخته است سیب زمینی. سیب زمینی رو امتحان میکنیم تا ببینیم پخته است یا نه. کاملا نرم شده. میتونیم پختمون رو تمومش کنیم. البته قبل از اون باید حتما زرشک رو اضافه کنیم. حرارت رو خاموش میکنم. یه مقداری زرشک رو با بقیه مواد هم میزنم. بعد برای اینکه با پنیر بهتر مخلوط بشه اونا رو توی یه ظرف بزرگتر میریزم و مخلوط میکنم. خمیر مخصوص پیراشکی رو قبلا بهتون گفتم و لینک اونو براتون این بالا میذارم. یه خمیر خیلی خوب و عالیه این خمیر. شما میتونین از اون برای انواع پیراشکی، برای لازانیا، انواع پیتزا، حتی نان استفاده کنین. واقعا این خمیر خمیر جادوییه. یه خمیر عالی. هم میتونین با زدن قالب به اندازه‌ای که میخواین برای پیراشکیتون خمیر در بیارین مثل این و بعد توی اون از مواد میانی بذارین و به صورت دست پیش و شکلی که میبینین اونو بپیچین. ابتدا دو لایه اونو روی هم بیارین، خوب بچسبونین، خمیرش کاملا میچسبه و بعد
هر نیم سانت رو برگردونین روی پیراشکی، نیم سانت از کناره خمیر رو برگردونین روی پیراشکی و به این شکل پیراشکیاتون آماده میشه. یه دونه دیگه هم میپیچم. بعد از اینکه مواد میانی رو گذاشتیم، طرف باز خمیر رو روی هم برگردونین به فاصله های نیم سانتی. یا اینکه میتونین به جای اینکه دست پیچ بپیچین از قالب استفاده کنین. قالب های متنوعی در بازار هست، چه از نظر مدل اون و چه از نظر سایز اون. من یه دونه با این قالب گرد میپیچم. با قالب پیچیدن خیلی راحت تر از دست پیچیدنه اگر تازه میخواین این کار رو انجام بدین. به این شکل پیراشکی پیچیده میشه. خیلی راحت و لبه های اون هم باز نخواهد شد. من بیشتر از این قالبی که به شکل مثلث در میاره پیراشکی رو استفاده میکنم. حتی برای شیرینی سازی هم از این قالب ها استفاده میکنم. اینها هم در سایزهای مختلف است و خیلی راحت قابل استفاده. من برای پیراشکی معمولا از سایز متوسط یا اینکه بزرگش استفاده میکنم. این سایز متوسطشه. از سایز کوچیک اون هم میتونین برای قطاب استفاده کنین در شیرینی پزی. یه دونه دیگه هم میپیچم. خیلی راحته این و خیلی هم قشنگ و زیبا در میاد به این شکل. تمام پیراشکیام پیچیده شده. حالا باید اونا رو تفت بدم. توی تابه نچسب روغن میریزم جوری که تا نیمه پیراشکیا روغن باشه. حتما روغن هم کاملا داغ باشه که پیراشکیا رو توی اون بذارم. میتونین این خمیر رو توی فر بپزین، یعنی اینکه پیراشکیاتون رو توی فر آماده کنین و بپزین. اونم خیلی راحت در میاد. و اگر خواستین توی فر بپزین حتما رومال کنین روی پیراشکیاتون با شیر و زعفران یا شیر و زرده تخم مرغ یا زرده تخم مرغ، با هر چیزی که دوست دارین حتما رومال کنین. و به این شکل پیراشکیا رو دونه دونه تف میدم و وقتی دو طرف اون سرخ شد از تابه خارج میکنم. بعد از اینکه روغن داغ شد حتما حرارت رو کم کنین که روغن نسوزه. از نظر ایمنی هم که خودتون بیشتر مواظب هستین. این پیراشکی به علت اینکه گوشت نداره مقرون به صرفه است و خیلی خوشمزه و خوب. دوستان بفرمایید پیراشکی. این پیراشکی ها خیلی خوشمزه است. حتما امتحان کنین. خدا نگهدارتون.